چه خوش است جهان در عرفه آمد جشن سال نو میلادی. جهان گویا رنگ دیگر میگیرد. کسی با کسی کینه ندارد. کسی با کسی حسد نمیبرد. کسی با کسی جنجال نمیکند. گویا همه دوست و رفیق و یار و برادر هستند. در عرفه آمد جشن سال نو میلادی همگان، همه حتی کلانسالان نیز به ایام کودکی برمیگردند. همه به یاد میآورند که چگونه در کودکیشان خوشحالی میکردند و همیشه خرسند بودند. و ما نیز دستاندرکاران برنامه‌های تلویزیونی بهارستان پیوسته میکوشیم تا همیشه در همه جشن‌ها شما را همسفر باشیم و برایتان بهترین نمایش‌ها را پیشکش نماییم. و البته برنامه انگوبی نیز طی 5 سال است که طریق تلویزیونی بهارستان پیشکش شما میگردد و همیشه کوشش میکنیم تا استعدادهای نوین را در یک جا جمع آورده یک چاره‌بینی و برنامه ایدانه را پیشکشتان گردانیم. و امروز نیز ما تهیه‌گران برنامه انگوبین تصمیم گرفتیم تا بهترین اشتراکچیان برنامه را که در سال اخیر یعنی در دوام سال 2023 نتیجه های بهترین را پیشکش هواداران خود گرداندند و البته نتیجه های بهترین را نشان دادند در یک جا جمع آورده برنامه ایدانه خود را پیشکش شما گردانیم. و البته باید گفت که برنامه انگوبین برنامه است که در آن استعدادهای خیلی خردکک اشتراک میکنند و آنها باشند سال از سال، روز از روز و حتی در هر یک لحظه و ثانیه ها دیگر شده تنها به سمت پیش حرکت میکنند. خوب یک فرصت آن رسیده است که اشتراکچیان بهترین برنامه انگوبین را برای صحنه دعوت کنیم. مرحمت بچه ها. به فکرم کمی اشتراکچیان ما دیر کرده ایستادند ولی حالا باید دیر نکرده و دیر نخواهیم کرد. فرهناز ببینم که مرا دیده خرسند شدی یا خرسند من حتی چی گفتنم را نمیدونم. شما در اینجا چی میکوبید؟ خلاصی باید میگفتی که خوش آمدید. باز چی میگفتی؟ البته خوش آمدید ولی خوش آمدید را باز در یک وقت دیگر هم میگویند پیش از گسیل کردن مهمان. خوش آمدید. سالی نو گفت ما فهمیدیم اومدیم کو خاله جان. شما چرا به اینجا آمدید؟ آخر 2 سال بس نبود که آمدید بزممون رو قریب که ویران کردید ولی در آخر باز ما شما رو بخشیدیم. برای همین بیاید با خوبی به یگان جنجال این دفعه برنامه ما رو ویران نکنید. میلش حالا بچه ها می آیند برای چی در کار؟ بسیار ترمیزکی نکنو، بسیار اخلاقی نکن. هر کجایی که گپ در باره سال نو و خرسندی رود این جاروبی پرانی من به طرز اتوماتیک مرا آگاه میکند. باز میگویم که آخر هر کرد حدی اقل ما کمتر برنامه من رو آغاز میکردیم صحبت میکردیم چرابینی آغاز میشد خیلی بعد شما میومدید. این دفعه حتی بیچاره کودکان نامده شما علکی پیدا شده. ما دیدم که تو خدا تنها هستی خواستیم به تو کمک کنیم. انا من سالی نو انا این خرسندی نه خاله جان من خرسندی نه. ده ترمیزک تو کی؟ من خربوشک. هی ترمیزک بسیار گپ گردانی نکن که حاضر تو را به سبزی تبدیل میدهم. نه خاله جان نه. خاله زیبویک بیاید این خیل میکنیم شما به یک فضای کشاد میبرایید در بیرون خرگوشک رو به سبزی تبدیل میدهید به کارتوشکا تبدیل میدهید کارتان رو کردن گیرید. حالا بچه ها علاقه باید بیایند این خیلی ممکن نیست. فرهناز این خوابت را به آب گوی. فهمیدم که اینجا اشتراکچیان می آمدن. انا من به همین خاطر اشتراکچی اولین برنامه انگوبین شدم. ما یکم شده به اینجا آمدیم. درست با همه گپتون گپ نگرداندم گفته این منو اون رو ندارد که من با شما صحبت کرده یا اینکه بحث کرده نمیتوانم. شما چه خیلی اشتراکچی اولین ما رو حالا میدونید کیست؟ کیست؟ میدونم من
بزرگوشک چون که در اینجا اولی شده ما قدم گذاشته نه، به نه. همین خاطر اشتراکچی اول ما هستیم نه خالای زیبا یک خطا میکنید. اشتراکچی اولینی ما این ابراهیم رستم میباشد که در سن 6 سالگیش در برنامه اشتراک کرده بود. خاله جان چی گفت؟ ابراهیمش کی؟ ابراهیم خیلی پسرک دانا چقان. میدونید در چند آزمون و سزاواری جایزه شد؟ ترمیزک ناگفتن ماند که کسی مثل من دانا چقان و علاخانی بینندگان عزیز، شما علاقه همتون میدونید که اشتراکچیان ما چگونه خصلت‌های خوب دارند، چه خیلی فعال هستند. از این رو بیایید یک جایه به صحنه ابراهیم رستم رو البته با برادرش مصطفی رستم دعوت میکنیم. مرحمت ابراهیم و مصطفی، انا اکنون میبینید. اکنون میبینید که کسی مثل من دانا و زیرک نیست درسته لکن خاله جان آنها 2 نفر اومدن. یک نفر گفت 2 نفر شدن 2 نفر آخه بودن. شما گفتید که من اشتراکچی با برادرم. انا میخواد گفتید برای همین شما یاردمچیتون رو دارید. ابراهیم با همراه یاردمچیش اومد. مایلش کسی که نباشد با ما برابر شدن نمیتوانند. خب السلام ابراهیم و مصطفی. خب خدای زیبایک، شما خیلی پیر شده اید علاقه ها، برای همین نشینید تا اینکه میونتون باز از این هم خمتر نشود. چینید خاله من جان. اگر پیر باشم هم از این خیلی ترمیزک های جوان دیده با قوت و چوست و جالاکم خیلیش میشینم. حالا آنها نمیدونند که شما کیستید، همین خیلی نه؟ بله. خب به برنامه خوش آمدید. تشکر زیاد. چی طوری که میبینید باز ما یک مهمانی نخوانده داریم. هر کجا که همین آغازی خورسندی باشد میبینید در آنجا به مثل یک نفر مسافری به چیپته به مثل مهمانی نخوانده پیدا می شود. خالای زیبایک با هر یک دفعه همراه خود یک نفر دیگر رو می آورد. خوب اکنون میدونید چی، ما با همراه خالای زیبایک بحث کردیم که شما از آنها دیده دو نوترت میگوید که من اشتراکچی اولین برنامه شما هم. راست میگوید؟ نه. خب درباره اشتراکتان نقل کنید. کی بود اشتراک کردنتان؟ وقتی من از سن 4 سالگی با شعر از یادکنی خیلی ذوق زیاد داشتم و من اولین شعری که از بر نموده بودم این نصیحت مادر بود. دومین شعری که از یاد کردم قصیده مادر استاد لایق شیرالی. بعد پدرم مرا به تلویزیون بهارستان آورد و رئیسیار مظفر سلیمانی به من دقت زیاد دادند و گفتند که من به این برنامه یک برنامه تشکیل میکنم و بعد این برنامه با نام انگوبین شروع گردید. من در این برنامه شرکت ورزیدم و این بود که در سن 4 سالگی من در این برنامه شرکت ورزیدم و خیلی شعرهای زیاد از بر کرده بودم. بینندگان عزیز قید کردن به مورد است که وقتی که اولین مرتبه ابراهیم به برنامه ما آمد اون وقت برنامه انگوبین وجود نداشت و وقتی که کارگردان برنامه مظفر سلیمانی ابراهیم را دیدند در همان لحظه یک برای معرفی کردن چنین استعدادی ابراهیم برنامه انگوبین البته تشکیل کرده شد و محض اشتراک ابراهیم جان بود که برنامه انگوبین پیدا شد و دیگر اشتراکچیان عبرت گرفته به این برنامه آمدند. نگفتن ماند که آمد کارگردان این برنامه مرا ندیده بود. اگر مرا میدید حتما مرا دعوت میکرد. درست خاله جان. درست خاله جان. خاله جان راست میگه. زیرا که با عقل هوشیار نیست. شعرهای زیاد میدونه. بله هست کی؟ هست. البته من به خرگوشک. خوب اکنون دیدید باور نکرده ایستادند ها؟ بله. برای همین نقل کنید که امسال شما چی نتیجه ها را نشان دادید؟ چی پیشروی ها کرده؟ امسال به من باعث افتخار بود که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نمودم. در دور ناحیوی با سرود دوشنبه سزاوار جای اول گردیدم و در دور شهری باشد با سرود پدر سزاوار جای دوم گشتم.
در دور جمهوریوی سزاوار با سرود مادر سزاوار جای اول گشتم. بهترین است. به فکرم که خالای زیبایک باید یک قرصک زنند. می خاله جان وای آزمونش چی خاله جان؟ وای آزمون میگوید چی میگوید؟ این چیز در تعامل ما نیست. من هیچ چیز رو نفهمیدم. من هم نفهمیدم خاله جان. باز من فکر کردم خالای زیبایک شما در آزمون زیباسنم اشتراک کرده. البته اگر اشتراک میکردم حتما جای اول رو میگیرم، لیکن من برای اینها وقت ندارم. به همین ما از من زیباتر نیست. خاله زیبایک شما فقط در همین کارهایتان سرگردان. منو همه با بدی میشناسند، چون که عجوزی ابد زنده ام، فقط بدی دیده ام. به من نیکی چی لازم؟ گلی بدی چیده ام. عجوزی سیاه دیلم، در زوری مثل فیلم. دلم در شاخی درخت، ندارم دل به دیلم. فقط بدی از کارم، تخم بدی میکارم. نیستدم به جان تو، فقط همین از کارم. هم کیدم و هم مارم، عجوزی سیاه کارم. آفرین خاله جان آفرین. انا دیدید خاله من شعر میدونه چی نمیدونید؟ میدونم از شما دیده زورتر میدونم. از من دوترش نیست. میدونم. مرحمت یک شعر خود را خواند. او من درباره جشن سال نو ملودی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بیا ای سال نو بر منزل ما، ز شادی پرکشاید این دل ما. بیا بر عقل و جان ما اثر کن، دل شادان ما را شادتر کن. ز اقدامت همه مسرور گردیم، ز درد و رنج و غم ها دور گردیم. بگردد باز هم سرسبز و خرم، نباشیم از دیگرها هیچگه کم. شود آبادتر هر شهر و هر ده، حیات ما بگردد باز هم به. کشاینده در اقبال می باش، نوای ساز استقلال می باش. در عالم منبر صلح و صفا شو، عجب یک سال خوبه بهر ما شو. آفرین. شما از او دیده خوبتر میبروید و شما بله. باز با همراه مصطفی آمدید. مصطفی این سال برای شما چگونه بود؟ امسال برای من سالی فراموش نشونده بود. برای چی؟ برای آنکه با من واخورد. راست میگی. من از شما دیده با آدمان دیگر واخوردم. نقل کنید چی کار کردید؟ این سال چطوری که ما میدونیم در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است اشتراک کرده بودید ها؟ بله، در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است شرکت ورزیدم. در دبر ناحیوی جای چندم رو گرفتید؟ در ناحیوی سزاوار جای دوم گشت. در جای آفرین. دیگه اگر من نمیدم جای اول رو بگیرم. خوب اکنون گوید که در دور شهری چی؟ در دور شهری سزاوار جای دوم را گرفت. بهترین است و ما البته باور داریم که شما خیلی سواد مکمل دارید، ولی اینجا باشد هر قدر که لازم بود برای آزمون البته داوران حکمان آزمون سنجیده گرفتند. همین خیلی با این برنامه با چی دستاویز اومدید؟ درباره سال نوی مرحمت چی تمنیاتی دارید؟ خوش آمد سالی نو بر خانه ما، امیدی تازه هر پیر و برنا. جهان از مقدمش حسنی دیگر یافت، شکوفان شد به دل باغ تمنا. مبارک دولت و اقبالی نیکو، پی پروازی نو شهبالی نیکو. مبارک سالی نو ای ملتی من، مبارک بر شما سرفالی نیکو. خب تشکر زیاد مصطفی و ما باور داریم که از این دیده دستاوردهای باز هم خوبتر رو یعنی نصیبتون میگردد و صاحب میشوید. باید گفت که ابراهیم باز این چنین شعرهای زیاد داند هم، ولی با سرودخوانی نه شما حالا سرودهایش رو نشنیدید. ابراهیم در مکتب موسیقی به نام میرت الله عطایف تحصیل میکند. از این رو خیلی صدای خوب دارد. خاله جانی من هم صدای خوب دارد. کنی شما یک سرود خوانید؟
میشنویم کی کنی آوازی کی شیردار و مرغول ناگ است. درست. میشود. میشود. مرحمت. شما روزید؟ بله. خب این طور باشد مرحمت به صحنه برایت. دیدید که ابراهیم چقدر صدای خوب دارد. آفرین ابراهیم. دیدم. از بس که برای وطن دوستی سرود سرایی من به هنری ابراهیم جان خیلی تعظیم فرود میارم. دیدید ابراهیم؟ احسن. از سرودهای من خاله زیبایک و خرگوشک دیده و رقص بر اومده. آفرین. هر کجا که سرودی خوش باشد دلی ما هم خرسند می شود. لیکن اگر به هر حال فکر کنیم شما فقط برای همین سرود و موسیقی می آید به اینجا. اگر ما از اول این چیز رو می فهمیدیم هیچ وقت در
чорабиниҳои идонаамон суруд намемондем то ин ки шумо пайдо нашаведу ҳар сол анами хел моро ташвиш надиҳед. اگر شما هم ما رو دعوت کنید و همراه خورسندی کنیم ما هم هیچگاه سیاهی و دل سیاهی نمی کنیم. مقصدی ما هم با شما خورسندی کردن بود. فهمو خوب اناکنون مهارتی ابراهیم جان رو دیدید همی خیلی؟ دیدم. ابراهیم میتوانید 4 مصرع سروده رو که در دور جمهوریوی آن را سرودید در دور جمهوریوی عثمانی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من آن رو برای ما زمزمه کنید تا اینکه این لحظه خاطرمانی شما فراموش نشود. بله. مرحبا. در میانی کوهساران با نوای آبشاران با صفای چشم ساران با سرودی باد و باران با درودی نوبهاران جان عطا کردی مرا جان عطا کردی مرا. تشکری زیاد. بسیار شعری پرمضمون. درست. بسیار تشکر علمویم زیاد. رو کرد. میتوانید رفته در بیرون کمی گریه کنید خودتان رو. نه بسیار جایم نقص. کار مکن. نمیخوام که از خورسندی اقی مانم. انا میخوام خلای زیبویک چه خل بود؟ عالی عالی هم در وصف مادر هم در وصف وطن چون که مادر وطن به هم دیگر کلمه های نزدیکن بنابر همین ما این مهارت رو باهای بلند میدهیم. بلند میدهیم. درست. قرصک میزنیم. آفرین. مصطفی شما هم یگان غزل پسندیده تان رو میتوانید خونه تا اینکه خلای زیبویک و خرگوشه قایل شوند. باز عید آمد که عالم را پری پیکر کند داغ دل چون چشمی نازآلود شوخی سر کند هر دهانی را چو گل گر صد زبان باشد کم است با مبارک باد این ماهی بلند اختر کند عشق می بازد بر روی بادنوشان اندلیب شاهدی گل به که فکری عاشقی دیگر کند جوهرت در عاشقی روزی شود ظاهر که دوست استخوانی سینت را دسته خنجر کند از نسیمی باد روحی زندگانی تازه شد خیزر می آید که توفی چشمه ساغر کند نیست ناظم را نظر بر ساغری احسانی کس اینقدر توفیق می خواهد که چشمی تر کند. آفرین. خوب انا خلای زیبویک ما به شما اثبات کردیم چه خل بود؟ عالی فرحناز در حقیقت این دو پسر بچه مرا قایل کردن مگر یگان اشتراکی دیگر هست که مرا باز هم مفتون و شیدای خود سازد. ندارد من دیدیم که دیگر اشتراکی ندارن. تمام. خرگوشک بهوده هر گپ نزنید ما باز داریم اشتراکچیانی که شما رو میتوانند با هنر و مهارتشان خیلی قایل کنند. غیر از ما کی باشد با اینجا دخترکانی خیلی زیبا هستند که آنها نیز به مثل ابراهیم و مصطفی یک جایه در برنامه اشتراک کرده بودند و همیشه در همه چاره‌بینی ها در همه حتی در درس ها در خانه در همه جا یک جایه هستند. فرحناز صاف گفتن رو بس کن چون که در عرفیت میگویند شنیدن کی بود مانندی دیدن. این طور که باشد بینندگان عزیز ما به صحنه حمید و بیبی آسیه و حمید و بیبی عایشه را دعوت میکنیم. مرحمت. مگر این برنامه را اویلوی پیش میبرن؟ باوریستان شبکه اویلوی است. درست؟ السلام. اصلا هنوز شما نرسید. سلام. نمیرسید. چه خیلی شما؟ ساز رم از شما چه من چطوری که میبینید عالی البته. ما عالی تر. خب مرحمت چینید؟ پای فرهناز لبه؟ سالی نوی میلادی مبارک. تشکر. دیدید خلای زیبویک شما همین قدر گپ زدید با خرگوشک محمدانه اتان یگان مرتبه
бо соли нави мелодӣ касеро табрик нагуфтед. Ана инҳоро мегӯянд кӯдакони боақл. خاله جون چی میگوید؟ اما نمیخواین که سال نو رو جشن گیریم. برای همین تبریک نمیکنیم. اینها را دخترکان تریمزک بگیرن. дидед шуморо чӣ гуфт? من نمیخوام بله. سال من رود. شما چه هنر دارید؟ من وقتی 5 ساله بودم در برنامه انگوبین اشتراک کردم. بسیار نه. یکی نام چیست؟ آیشه فراموش نکن که مرا خاله همه کار میگویند. فهمیدی؟ تمام هنرهای شما رو من هم دارم. ما شعرهای زیاد میدونیم و خیلی زیبا میرقصیم. باورم نمیآید. این کودکان باز میرقصیدند. میتوانیم. метавонанд. бинандагони азиз қайд кардан ба маврид аст ки албатта биби осия ва биби оиша пас аз иштироки аввалинашон дар барномаи ангубин аллакай аъзои ансамбли рақсии кӯдаконаи меҳрона шуданд ва ҳоло бошанд дар қатори ҳама аъзои ҳамон даста дар қатори ҳама духтаракон дар ҳама чорабиниҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ мерақсанду маҳорати худро нишон медиҳанд. این گپ‌های تو فرهناز باورم نمیآید. آخه اینها کجا و رقصیدن کجا؟ бовар намекунед? ин тавр бошад биёед ин хел мекунем. мо як мусиқии дигарро мемонем, ягон мусиқие ки онҳо омода накарда бошанд, либосҳояшонро иваз накунанд, дар ан ҳамин ҷо каме мерақсанд, баъд шумо мебинед ки онҳо метавонанд ё ин ки немешавад? میشود. хуб ин тавр бошад айни замон мо аз коргардони барнома хоҳиш мекунем то як суруди дар плейлисташон бударо монанд. марҳамат. آفرین. انا دیدت خالای زیبا یک خیلی اشتراکچیانی ما رقصی زیبا کردن. انا اکنون میگفتید که با چی دستاویز اومده بودید با برنامه ما؟ اصلا شکلی برنامه دیگر بود ولی خالای زیبا یک با اومدنشون تغییر دادن. رنگ نوری تازه بخشید. بله و برای همین هم میگفتید که درباره جشن سال نوی ملودی یا اینکه درباره زمستون نگار شعر ایجاد کردید. К нам приходит Новый год, он подарки нам несет, смех, улыбки и веселье, праздничное настроение. آفرین. این نسترینی میگوید چی میگوید من نفهمیدم یه چیز رو. خب مرحمت.
Замело метелица, город мой по дорогам стелится пеленой. Нравятся морозы еще как, и румянец розовый на шагах. От зимы не спрятаться, не сбежать, значит, будем елочку наряжать. Апельсины, яблоки, ананас спрячем потихонечку про запас. سرحناز لبن همهش معلومه یک چیزش نامعلوم باز چی؟ در برنامه شما دو پسر و دو دختر اشتراک میکنن نه خیلی؟ عادتا اینها برادران هر دو اینها برادران هستند اینها باشند خواهران اویلوی اشتراک میکنن نه؟ بله برنامه اویلوی. اینها یک شعار دارن که شبکه بهارستان شبکه اویلوی ماست بله درست گفتید اینجا فقط همین دو پسر و دو دختر باید باشد دیگر طرز ممکن نیست مگر مثلا چی خیلی؟ مثلا یک دختر و یک پسر ها یا اینکه یک نفری فهمیدم البته ما داریم اشتراکچیانی که اپا با همراه دادرکش اشتراک کرده بود این فهمو منو تو رو میگوید نه این غیر از خاله ما. این خاله اپنیه من خرگوش البته حتی خرگوشتان گپتان را نمیگیرد ولی اشتراکچیانی ما خیلی پسرک و دخترک خوب هستند آنها الکی به مکتب میروند و با آموختن زبانهای خارجی شروع کردند شغل دوست داشتهشان باشد نه رسم کشی است آنها میدونید در آینده کی شدن میخواهند کسی شدن میخواهند لیکن بدانن که به من برابر شدن نمیتوانند آنها دکتر میشوند در آینده دخترش این وای خب بیاید آنها رو دعوت میکنیم خب بعدا میبینید که آنها چی کارند بله ما راضی بینندگان عزیز به فکرم شما علاقه پای بردید که سخن درباره کی میرود انیخترش این زمان ما بر روی صحنه برنامه ایدانه انگوبین سمیه و یاسین جان را دعوت میکنیم مرحمت السلام چی خیلی شما؟ ساس؟ میدونید چی؟ من با شما یک سوال دارم همین خلای زیبایک با همراه خرگوشکش میگویند که اشتراکچیان برنامه انگوبین یگان تایشان دانو نیستند برای همین من شما رو دعوت کردم تا اینکه به وی اثبات کنید میشود؟ بله خب بیاید مرحمت در انا اینجا نشینه خب انا کنون سمیه و یاسین جان این سال چه خیلی گذشت برای شما؟ خیلی خوب گذشت من به صنف یکم رفتم در مکتب؟ نه بس این بیکن حالا که مکتب رو تمام کردیم دست نرفته یاسین جان به آنها اهمیت ندهید در مکتب چه خیلی بود؟ به شما معقول شد یا اینکه نه؟ بله چی کار میکنید در مکتب؟ در مکتب درس میخونیم درس میخونید؟ کدام فهم به شما بسیارتر پسند است؟ تربیت جسمانی مثلی من ها تربیت جسمانی نه چی گفتید؟ ماتماتیکا ماتماتیکا خوب بیاید خلای زیبایک مرحمت شما میتوانید با یاسین جان از فن ماتماتیکا سوال دهید و جواب میگرداند یک سوالی میدهم که حتی فرهناز نداند مایش دو سیب داشتی سیب داشتی هر دشت رو خوردی هر دشت رو خوردی باز ما با تو 4 سیب دادیم باز ما خوردی دو تاش رو باز خوردی دو تاش رو باز خوردی چند سیب مون؟ چند تا مون؟ درو گفتی ما با تو سیب نمیدیم سیب من میخورم خوب آفرین یاسین جان میگفتید که یگان شعر درباره زمستان یا اینکه برف باران اذیت کردید یگان شعر بله مرحمت من به زبان روسی شعر اجازه کردم با زبان روسی متاسفانه خلای زیبایک و خرگوشک یگان چیز رو نمیفهمند ولی تماشابینان تلویزیونی بهارستان همه‌شان دانایک هستند زبانهای خارجی رو خوب میدونند برای همین مرحمت کنید
Лучший праздник на планете любят взрослые и дети. Все сияют огоньками, двупаки снеговиками. В этот праздник даже елка нарядила все иголки. И каждый спляшет и споет: здравствуй, здравствуй, Новый год. офарин сумайя ҷон навбати шумо аллакай дар синфи дуюм мехонед а? Бале. мактаб чӣ гуна аст нақл кунед? Дар мактаб ҳама дарсона мехонанд, ягон кас ғам намекунад. ягон нафар яъне ба мисли холаи зебояк нест а? Бале. хуб фанни дӯстдоштаи шумо кадом аст? Фани дӯстдоштаи ман ҳам математика. математика? хуб марҳамат савол диҳед. در خلطه بابای برفی 4 تا تحفه بود. 4 تحفه بود؟ 4 تا. تحفه نبود. برای کی ما خلطه رو دزدیدیم؟ راست بگوی دیدی؟ هیچ رو نمیدونن. хуб аҳсан ба шумо метавонед шеъри худро қироат кунед? Ман бо забони русӣ медонам. марҳамат. Новый год, веселый праздник, дает снова волшебство и сюрпризов много разных. Всем припас он так давно. Скоро чудо приключится, пригласит на хоровод. Сказка в двери постучится, позовет с собой всех. Елка вдруг сама зажжется, пригласит на хоровод. Все вот-вот сейчас начнется, ведь недаром Новый год. офарин як қарсаки баланд мезанем. хуб ана акнун холаи зебояк ба ин чӣ мегӯед? فقط با زبان روسی میخونن دیگر زبان ها رو نمیدونن ده؟ من با زبان تاجیکی شعر و سخن دادم. خوش میشنویم؟ سال نو، سالی نقو، سالی وفا، سالی اقبال و فرح، نور و صفا، سالی نعمت، سالی دولت، سالی عشق، سالی پیروزی مبارک بر شما. رحمت تشکری زیاد. خاله جان اینها همین قدر شعر و سخن میدونن لیکن چنو خراب و لاغرن که یگان نفرشون مثل من ورزشگر نیه همینطور نیه خاله جان بله اینا همشون از ورزش دور مانده دور مانده خراب و لاغر لاغر. جاربی پرانی من درست بچه‌ها دیدید ورزش شما را چی گرمی می‌گویم؟ سلامتی گرم سلامتی است холаи зебояк Лапай? шумо ҳоло муҷтаборо надидаед? کیرا؟ муҷтаборо مجتبا کی؟ کی مجتبا؟ бале. مجتبا بیا بهترش ببینه زودتر من کنیم خب زودتر بینه وای چگونه است؟ инак бинандагони азиз дар синни 5 солагӣ муҷтабо толибзода дар барномаи ангубин нахустин маротиба иштирок намуда буд. албатта ӯ бо тарзи беҳтарин қироат намудани рубоиёт ва умуман ғазалиёти классикони форсу тоҷик ҳамагонро мафтуни худ карда буд ва аввалин маротиба иштирок карданаш дар барномаи ангубин чандин сол сипарӣ гашт. муҷтабо калонтар шуд, ашъори медонистааш боз ҳам мукаммалтар шуд ва инчунин муҷтабо имсол ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидоноӣ китоб гашт ва бояд гуфт ки баробари зиёд шудан ва зам гаштани малакаву маҳорати муҷтабо инчунин вазнаш низ тағйир ёфт. ва айни замон биёед толибзода муҷтаборо ба саҳна даъват мекунем. марҳамат муҷтабо. хуб муҷтабо марҳамат. салом. алейкум салом. хуш омадед ба барнома муҷтабо. ташаккури зиёд. این مجتبایش همین ҳамин این به گمانم گرز میپرتاید یا وزن بردار نه خاله جون муҷтабо албатта мо медонем ки шумо чӣ қадар натиҷаҳои назаррас хуб ва умуман натиҷаҳои олиро пешкаши ҳамагон кардед ва имсол бароятон чӣ гуна буд? бед сараввал дар як ҷо нишинед. марҳамат. شما اینجا شینید مجتبا اینجا شینید من
راست میستیم. خب بینندگان عزیز، چطوری که قید کردیم مجتبی وقتی که اولین مرتبه در برنامه انگوبین اشتراک کرده بود خیلی پسرکی زیرک کنجکاو دانایک بود ولی خیلی ظاهرا فرق میکرد، ولی امروز باشد مجتبی تماما نفر دیگر شده با بهترین دستاوردها به برنامه انگوبین آمده است. مجتبی درباره سال خود نقل میکردید. عموما سال 2023 برایتان چگونه بود؟ از پشت دره برفی سفید آمده است تا بر سر شاخه‌زاری بید آمده است. دروازه دلکشا به استقبالش سال نوی ما هم به امید آمده است. ای کاش که سال نو بیارد شادی، صد باغ شکوه و صد زمین آبادی. گردیده به آمدای عجبش خوانیم برای هم مبارک بادی. مرغی به سر شاخه بید آمده است، در لب غزل سبز امید آمده است. هر لحظه سرود سال نو میخواند چون با پر و بال سفید آمده است. واقعا سال 2023 به من خیلی سالی با برار و فراموش نشونده بود، زیرا من در این سال در چندین آزمون های اشتراک نمودم و سزاوار جایهای نمایان گردیدم. از جمله آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است که من در آن در دور جمهوری اشتراک نموده سزاوار جای اول گردیدم. این البته بهترین است. بیاید بچه‌ها یک کفکوبی بلند میکنیم برای مجتبی و ما عادتا از همه این خبردار مجتبی و ما خیلی خرسند هستیم که شما توانستید دانش خود و مهارت خود را در درجه عالی و به طور لازمه به حکمان پیشنهاد نمودید و البته سزاوار اون موقع سزاوار اون جای شدید که البته شما ارزنده اش هستید. خوب مرحمت ادامه دهید. و من کوشش میکنم که در سال 2024 در یگان آزمون دیگر اشتراک نموده باز نامبرداری عائله و نامبرداری وطن و ملت شوم. در آزمونی پهلوان دیگی آش. درست خاله جان درست. خب بهترین است با فکرم رقیب اساسیتون خالای زیبایک می شود. البته من هم میشوم. تشکر زیاد و باید گویم که این نه تنها فخری عائله، فخری وطن، بلکه فخری هر یکی ما کارمندان تلویزیون بهارستان می باشد که محض اشتراکچیان برنامه های ما می توانند تا در آزمون های سطح جمهوری غالبیت پیدا کنند و بار دیگر غالبیتتان مبارک باشد. مجتبی چی گفتن میخواهید؟ تشکر زیاد. سببگار اساسی غالبیت من تلویزیون بهارستان و خصوصا برنامه انگوبین می باشد. تشکر زیاد. باید یک قرصک برای مجتبی میزنیم. یعنی ما هم در اینجا در این برنامه اشتراک کردیم، اکنون در آزمون ها هم اشتراک کرده میتوانیم. البته من گفتم که در آزمون غالبی انا دیگی آش حتما با مجتبی رقابت میکنیم. یک جایی بله. خب اکنون دیدید میگید که اشتراکچیان شما خراب و لاغر، این باشد مجتبی رو هم دیدید ها؟ قائل شدید؟ دیدیم. آفرین به پای افضل‌هایش. ظاهر نکنم پیش رقیبان علمیدی، با مردم بیغم نتوان گفت غمیدی. جا کن به دل و دیده که غیر از تو نشاید، سلطان سراپرده چشم و حرمی دل. ای صبر کجایی که زهد می گذرد باز، بر دل ستمی آن مه و بر من ستم دل. پای دلم افگار شد از خار ره عشق، ای کاش در این ره نرسیده قدم دل. در عشق تو رسوای جهان است هلالی، گه از غم بسیار و گه از صبر کم دل. تشکر زیاد. یگان نفر با مانند من مثل من ورزشگر یعنی که یگان ورزشگر باشد که باز در گوشه که من خوب و آزمایی کند. چه گفتی؟ خب بچه ها کی بود ورزشگر کنی به خاطر آرید؟
بیدرک معدتان را آب نکنید. این برنامه ورزشگر ندارد. کدام محمد؟ محمد جان شریف بک. ها محمد جان شریف بک با ورزش مشغول میشد ها؟ بله. بینندگان عزیز چطوری که ما شاهد گشته ایستاده‌ایم البته اشتراکچیان برنامه انگوبین نه تنها خیلی دانایک و زیرک هستند بلکه با ورزش هم معلوم شود که مشغول بودند و این برای من خیلی حیرت آور شد زیرا محمد جان شریف بک در قطار اون که در مکتب با بهای اعلی تحصیل میکند با آموختن زبانهای روسی و انگلیسی مشغول است این چنین و سرود میخواند و در همه آزمون‌های شهر دوشنبه و این چنین در همه چهاره‌بینی ها خیلی فعال است و ورزشکار بودنش رو من هم نفهمیدم برای همین بیاید محمد جان شریف بک رو به صحنه دعوت میکنیم و از هنر او واقف میشویم. خوب محمد جان مرحمت. اصلا از کجای این ورزشگر برایت من تا حال نمیفهمم. درست خاله جان او رو با من مقایسه میکنده. محمد جان با برنامه ما خوش آمدید. رحمت. خب میتوانید مرحمت در اینجا نشینید و ایستید. پیش از آن که شما حالا سخنهای آماده کرده اتان رو گویید میگفتید که با کدام نوع ورزش مشغول میشوید؟ تکواندو. تکواندو. اگر با خرگوش رقابت گوییم میتوانید؟ بله. نمیتواند. ای درگوشک با کودک بحث کردن ابلهیست با این چی سر به سر میشوی. دیدید شما رو چی گفت؟ خب بیاید بلنگویک رو به من دهید یک دو آن همون مشقایی که میکنید که نشان دهید که شما چیکار کرده میتوانید به من هم راستی گپ جالب شد. خب انا خرگوشک وای نمیتواند. وای نمیتواند. با خرگوشک خودش نشان دهید. کنی کو چیکار کرده میگه کنی ها درگوشک خب کیفایه است کیفایه است. دیدید من با یک دست او رو زدم. دیدید آخر میگویند که یک زدنی آهنگر 100 زدنی سوزنگر. لیکن اگر مشق کردن گیرد ورزشکاری نرز میشود. با مثل خرگوشک ها؟ خب مرحمت محمد جان میتوانید گذشته به جایتان نشینید؟ محمد جان سال برایتان چگونه بود؟ برای من سال خیلی ببرار بود. من در بسیاری آزمون‌ها اشتراک کردم. اول خصوص در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. مبارک شود. این البته بهترین نشان داد است. یعنی من نمیدونستم که شما در این آزمون اشتراک میکنید. من فکر کردم شما یگان آزمون دیگر میگوید. خب چگونه بود از دشوار یا اینکه نه؟ آنقدر هم برای من دشوار نبود. آفرین. خب با برنامه ما با چی دستاویز آمدید؟ با شعر و سخن‌ها. خب مرحمت. شعری خلیفه بابا جمعه‌زاده یکم ینور. مرحمت. یکم ینور فرخنده عید است، عیدی معظم روزی سعید است، با سازی رنگین حسن جهان است، شادی رسانی پیر و جوان است. یکم ینور فرخنده عید است، کاخ محبت نیک و نوید است. گفته بودم برای شما خالای زیبایک که اشتراکچیان ما با سرود هم میدونن. خب کنی خالای زیبایک یک سرود خونه؟ لیکن ما در هر جای نمیستارم چون که آوازم خسته میشود. اینک بینندگانی عزیز بیاید یک جایی است سرود یا مدن نموده محمد جان شریف بک رو میشنویم. مرحمت. سالی نوروزی نو ایام نو
محمد جان عموما در آینده چی نقشه ها دارد؟ من دکتری دندان شدم میخوام. دکتری دندان؟ بله. نفری که زبان دان است، شعرهای زیاد میداند، سرود میخواند، به ورزش مشغول میشود، لیکن در نتیجه باز دکتری دندان میشده است. دکتری دندان چیکار میکند؟ من دکتری دندان که شدم دندانهای خالای زیبایک را میشینم. فرهناز اینقدر تلمیزک ها را جمع کردی لیکن یگان تاش مثل من سخندان زباندان هنرمند نیستن. شما خطا کردید. حالا شما اشتراکچی دیگرمان را ندیدید. باز هست؟ باز هست؟ زرگوشک اگر باز باشد و باز باشد لیکن مثل ما نباشد. خب این طور باشد. بینندگان عزیز، به صحنه خیرالله و گردآفرید که اشتراکچی فعال برنامه‌های تلویزیونی باورستان و همزمان غالب دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب بس می باشد دعوت میکنیم و همزمان ابوبکر دانایک و اینچنین اشتراکچی نوین برنامه‌مان اسماء را به صحنه دعوت میکنیم. مرحمت. السلام. خوب، به برنامه خوش آمدید. مرحمت گذاشته نشینید. تشکر. خوب بچه ها، به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. گردآفرید، درباره سال خود نقل میکردید تا اینکه خالای زیبایک هم فهمند؟ این سال برای من خیلی سال خوب بود و خاطرمان نیز بود، چون که من این سال در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب اشتراک نموده سزاوار جای دوم گردیدم و من در این آزمون بسیار کتاب ها را مطالعه نمودم. دانش و ملکه من باز زیادتر گردید و من میخواهم که در آزمون های سطح جمهوری و بین المللی زیاد اشتراک نمایم و سزاوار جای های نمایان گردم. احسن به شما و ما نیز باور داریم که شما حتما در دیگر آزمون ها نیز غالب خواهید شد. و به برنامه انگوبین با چی دستاویز آمده؟ با شعرها و سخنها آمدم. مرحمت. از نام خود تمام همسالان و تمام مردم شریف تاجیکستان را به سال نو تبریک و تهنیت گفته خواهان آنم که تاجیکستان ما همیشه چنین زیبا و آباد و سرسبز و خرم باشد. خب شعر هم گفتنی بودید؟ بله. مرحمت. بر بام و حولی ما برفی بلند میریزد، آچه من از ایلک گویا که آرد میبیزد. از نو دادایم آورد به خانه ما ارچه، برفک به شاخه هایش باریده پرچه پرچه. سر تا به پای ارچه بازیچه ها آویختیم، از برفکی طلایی به شاخه هایش ریختیم. ارچه سبزی کوهی آراسته گشت و زیبا، خوش آمدی سال نو بر وطن دلکشا. تشکری زیاد. ابوبکر مرحمت، اکنون شما با خالای زیبایک یک دو سخن گویید. چی خیلی شما؟ ساز. یگان شعر از یاد کردید ابوبکر؟ Bale. مرحمت. Он везет мешок чудесный, что в нем скрыто неизвестно. Книга новая игра, тайны нашего двора. Может, лыжные походы или пес смешной породы. Может, клюшек громкий стук или просто новый друг. تشکری زیاد. خوب باز چی گفتن میخواید؟ По як шерстка. مرحمت. Елочку нарядим, песенку споем. Дедушку Мороза дружно поздравлем. تشکری زیاد. بینندگان عزیز، این اشتراکچیان ما را علاقه همه شما میدانید، زیرا آنها پیوسته در برنامه های تلویزیونی بهارستان در چهاربینی های سطح شهری جمهوری و حتی گاگا بین المللی هم اشتراک میکنند. ولی ما امروز در قطار این نفران باز یک اشتراکچی خردک داریم که از ناحیه مومن آباد به نزد ما آمده است و وی کمی پیش در برنامه ما اشتراک نموده بود و بیاید با او هم صحبت میشویم. اسماء، السلام. السلام. به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. اسماء، شما شعر ایجاد کردید؟ بله. کنی خونه؟ آفتابکم چگونه مثل گلی باب سبزفتی نازنی آچه چون ماما.
پامیسیا چجانی شما؟ آفرین. درباره زمستون اینکه یگان شاید دیگر اذیت نکردید؟ سالینا محمد بابا شدم به خانه ایمان و مقصد و گلمان تا دکه دراز. بله آفرین. یک قرصک برای اسما هم بزنیم. باز یگان شاید دیگر هم میدونید اسما؟ Navigo, gasiolочка придет, Дед Мороз зайки принесут подарки. تشکر زیاد. یک قرصکی بلند برای اسما هم بزنیم. خاله جان لبن من بسیار مانده شدم. دلم میخواد که یگان سرودی شوخی دیگر را گوش کنم. من هم میخواهم که همراه تو خرسندی کنم. چی گفتی؟ لیکن افسوس در اینجا یگان سرودی شوخ نمیشنویم. باز به همین حالشان خود را دانا و زیرک و چست و چالاک میگیرن. افسوس که نیست. لبن ما یک نقشه دیگر داشتیم و نقشه برنامه ما باید دیگر نمود اجرا میشد و اینچنین ما مهمان داشتیم در برنامه امان، ولی مهمانی ما رو جایش رو شما عوض کردید. اگر که آید مرحمت شیطان گیرد. نه، مهمانی ما از دیدن شما اونقدر شاد نخواهد شد به فکرم و شیشتن هم نمیخواهد. برای همین تمام دنیا مشتاق دیداری من یک ترمیزک از من حذر میکرده است. خب بینندگان عزیز، برای باز هم فراغت بخشیدن به برنامه امروزمون ما به صحنه یکی از نورسان صاحب استعداد و خوش آواز را دعوت می نماییم تا اینکه یک سرود خوب را گوش کنیم. مرحمت. اینها را دیدم کنده به یک تنها خواندن و رقصیدن، لیکن یگان قهرمان داری که گبدان، چست و چالاک و زیرک باشد.
البته همه قهرمانانی برنامه ما همین گونه‌اند. البته باشن هم مثل من نیستن. من میخواهم که یکی باشد که به مثل من دانا، زیبا، زیرک و سخندان باشد. چی گفتی زرگوشک؟ درست خاله جان، درست میگویی. خب این طور باشد ما به صحنه اشتراکچی از همه خردترین برنامه انگوبین رو دعوت میکنیم. وی در سینی قریب 3 سالگیش در برنامه ما اشتراک نموده بود. خیلی لحن شیرین و عموما قرائت برا داشت و باید گفت که اشتراکچی برنامه ما به فکر شما این کیست؟ خب این طور باشد گوش کنید. این اشتراکچی برنامه ما هم شعر میداند، با آموختن زبان ها مشغول است، فنی ماتماتیکا را دوست می‌دارد، رسم کشی را میپسندد. اینچنین وی سرود میخواند و میرقصد و غیر از این باز در برنامه‌های تلویزیونی بهارستان برندگی هم میکند. و کی بوده است اینقدر هنرها داشته است؟ کی است؟ به فکر شما کی است بچه‌ها؟ اصل تا رمانید. مگر من خیس هستم که به من اصل میگوید؟ من خوردن شیرینی رو دوست نمیدارم. من هم دوست نمیدارم. اینها باشد اصل رو شما نمیشناسید؟ نه نمیدونی. اصل را تنها خیس و زنبوری اصل میشناسد. ما نه خیس نه زنبوری اصل. نه شما خطا میکنید. اشتراکچی برنامه ما یعنی اشتراکچی که از همه خردترین بود ولی حالا باشد دخترکی کلانک شده است. این اشور و اصل می باشد. اصل باشد آن اصلی میخورده شما نه بلکه اصل نامی اشتراکچی برنامه ما می باشد. خوب بیاید بچه ها یک جای اصل رو به صحنه دعوت میکنیم. بله. خیلی کاکوبه های شما. السلام اصل. السلام. سلام تل مرسی بیا. اصل خالای زیبایک شما رو خیلی پزمان شده است، یاد کرده است، گفت که اصل رو دعوت کن. من هم شما رو یاد کردم. تشکر. یک کلمه رو فرمان میشتم. مرا هم یاد کردی؟ بله. رحمت. عزیزکی من. انا این از همه بانوتری. من باور میکنم. فهمیدی برای چی با من سلام نکرد؟ برای چی؟ زیبایی رو دیدن رد نه با کرد. تو هم سلام کرد. این در حقیقتا هم دختر خوب بوده است. خوب البته به خالای زیبایک و خرگوشک تنها نفرانی پسند می آیند که آنها رو دوست می دارند و بینندگان عزیز شوری که در نوار دیده ایستاده اید. اصل هنوز از سینی 2-3 سالگیش در برنامه ما اشتراک میکرد و پیوسته با ما بود و حالا باشد اصل سرودهای زیاد میخوانند. اینچنین در برنامه ها برندگی میکنند. همین خیلی اصل؟ بله. خوب چی گفتن میخواید؟ این سال برایتان چگونه بود؟ این سال برایم سالی فراموش نشونده بود. برای چی؟ من در این سال بسیار برنامه‌های نو کردم. بسیار سرودهای نو کردم. مثلا کدام برنامه ها؟ برنامه شیرینک، برنامه روزنامه من، بسیار دیگر. احسن به شما. و درباره سرودها گفتید، ما هم نو با خالای زیبایک و خرگوشک در همین باره گپ میزدیم. بیاید گپ رو دراز نمیکنیم زیرا میدونیم که همه شما شعر میدونید، همه شما سخن میدونید. برای همین بیاید یک سرود زیبا خوانید تا اینکه همه ما رقص کنیم و خالای زیبایک و خرگوشک قایل شوند. میشود؟ مرحمت. خوب بینندگان عزیز، بیاید سرود نوبتی رو از جانب اشتراکچی برنامه مناسب اشور رو میشنویم. مرحمت.
نشد؟ البته آن چیزی که من میخواستم در اینجا بوده است. با فکرم خدای زیبایک میخواستند که یک مرتبه خوب و کک رقص کننده. البته همراه این غالبانی برنامه انگوبین. بله انا اکنون خدای زیبایک آخر تا آخر قائل شده ایستادند ها بچه ها؟ البته مقصدی من برنامه شما را ویران کردن نبود. ما همراه خرگوشک خواستیم که با همین راه در این برنامه اشتراک کردن، همراه این دوست ریکان کمی هم باشد شادی و خورسندی کرده غمها را از دل دور کنیم. درست و این چونین هنر و استعدادهای آنها رو میخواستیم با چشمان خود ببینیم. همینطور خاله جان. البته و اینک دیدیم و به هر یک تای این گفتنی هستیم که بگذار که در آزمونهای آینده سزاوار جایهای اول شوند و شاه جایزه نصیبشان گردد. درست خاله جان. سلامت باشه. رحمت. همین خیلی که بود خدای زیبایک از اول میگفتید که تنها در برنامه ما اشتراک کردن میخواهید ما به شما اجازت میدادیم. آخی کمتر بیزیب که هستم شرم میدارم خاله من. نخواستم که از اول سینه را کشایم. نه خدای زیبایک به زیب نیستند ها زیبایند ها؟ تشکر. و ما نیز خدای زیبایک امیدوار هستیم که شما هم دوام سال 2024 که اکنون فرا میرسد در برنامه ها در چاره‌بینی ها و اینچنین در آزمون زیبا صنم اشتراک کنید. خوب بچه های عزیز کی یگان تمنیات دارد مادام که خاله زیبایک الکی با برنامه ما یعنی قائل شدن و گفتند که هدف خود را اجرا کرد پس میتوانید تمنیات خود را گفت. مجتبی مرحمت. میخواهم به تمام مردم تاجیکستان بگویم حافظ و سعدی و بیدیل رودکی و مولوی کاش جمع آیند گردی سفره سال نوی بزم جمشیدی بیارایند و دل سازند آب با دو بیتی با ربایی با غزل با مثنوی رودکی از پیریش دیگر شکایت کی کند پندها جوید که گردد عارفان را دل قوی وقتی پاکوبی و دستفشانی حافظ به شوق هزل شیرین از زبان شیخ سعدی بشنوی بر شما با این تمنا سال نو تبریک باد سال نو نیکوترین سال به هر تاجیک باد. تشکر زیاد مجتبی. بینندگان عزیز تلویزیونی بهارستان ما نیز پیوسته امید آن را میکنیم که هر یکی شما صحت سلامت و همیشه موفق و کامیاب و البته خوشبخت و خرسند باشید و در ادامه گفته های مجتبی گفتن میخواهیم که بر شما با این تمنا سال نو تبریک باد سال نو نیکوترین سال به هر تاجیک باد. زرگوشک خاله جان. یعنی ما گفتنی هستیم که به تمام مردم تاجیک و مردم تاجیکستان بگذار خانه آبادی سربلندی نصیبشان گردد چون که امسال سال خودت بود و میخواهم که در سال خودت تو چی تمنیات داشتی اینجا به بینندگان برنامه انگوبین تلویزیون کودکان آسان بهارستان پیشکش کنی. خاله جان در حقیقت هم من هم در دوام سخنهای شما گفتنی هم که غیر از این همیشه در تاجیکستان ما صلح و صلاح تینجی و آرامی باشد و همیشه مردم تاجیک چی؟ سربلند و خوشنود باشند و اون اقدام و اون نیت هایی که در سال گذشته یعنی که نیت کردن ولی به مقصد نرسیدن آرزو دارم که در سال آینده حتما به مراد و مقصد خود برسند. سال نوتون مبارک. تشکر زیاد خاله زیبایک و خرگوشک. البته این بهترین تمنیات بود و ما باشیم در قطار تمنیات ها گفتن میخواهیم که این آخرین برنامه ما در سال 2023 بود و در سال من بعده یعنی در سال نوین کوشش میکنیم تا براتون بهترین برنامه ها و شماره های ایدانه برنامه انگوبین را البته با جلب بهترین خردسالان که استعداد فوق‌العاده دارند پیشکشتان گردانیم. اینجا باشد برنامه ما به انجام میرسد. خیر تا سال دیگر تنصیحت و خانه آباد باشید. خیر